تقاضای اینا بیشتر بود. ما خواستیم که این برنامه رو داشته باشین، اگر یک جلد کتاب میخوان ما با موتر کتاب به در منزل برین و منظم بتونن کتابا مورد علاقه خود سفارش بدن. روز اول مثلا درس قرآن و روز کوثر. جامعه ما و شما فعلا مردم بیشتر مصروف به کاروبار هستن، هر کدوم دفتر کار خود دارن بالاخره یا به خانه هستن، مسیر طولانیه نمیتونن رفت آمد بکنن. برای دسترسی بیشتر مردم به کتاب، ایجاد راه اندازی پیک کتاب ایراد من فکر کنم سهولت بسیار خوبی خواهد بود. هفته‌وار یا حداقل در هفته 2 مکان انتخاب میکنین به مسیرهای شلوغ، حتی اگر انشالله شرایط برابر باشه مکاتب خصوصی، صحبت‌هایی که قبلا ما داشتیم با پانتون‌های خصوصی، پانتون دولتی در صورتی که دوستا همکاری بکنن، حمایت بکنن، حتی ولسوالی‌های هرات و انشالله شما شاهد سفرهای ولایتی ما هم خواهد بود.